امام رضا علیه السلام فرمود که خدا طبق گمانتون باهاتون رفتار میکنه. من طبق گمان بندم باهاش رفتار میکنم. اگه بنده من گمان خوب به من داشته باشه باهاش خوب برخورد میکنم، اگه بنده من گمان بد به من داشته باشه بد برخورد میکنم. اگه گمان بد داشته باشیم خدا یعنی چی؟ بد برخورد میکنه. پروردگار عالم تقدیر میکنه دیگه، مقدرات رو رقم میزنه که کی سهمش چقدر باشه از این عالم. مقدراتی که خدا رقم میزنه بر طبق حالات ما، بر طبق شخصیت ما، بر طبق اعمال ماست. اگر حالت من اینه که حسن ظن به خدا دارم، پروردگار عالم کم برا من نگذاشته، ظلمی به من نکرده، اگر آدم گمانش این باشه تقدیرش خوب میشه. اما اون کسی که سوء ظن به خدا داره، خدا به من هیچی نمیده، خدا ظلم میکنه. اونی که سوء ظن به خدا داره دربسته است، خودش میگه خدای تو ظالمی، به من هیچی نمیدی. این که امام رضا میفرماید خدا طبق گمانتون باهاتون رفتار میکنه.